گریه که من با تو استوندم تشتی بوی خوش میده میگم اینجا تا خیر است جنان هر دیگه اصلا تو دهن قربان نکن جیگرم گرم نزی خوبه آفرین گرم نزی یه خوش کردیم یه اگه شو نشد همه تلویزی به دلخونه داشتم روزی که بیا آمدم به همین جایی که مو خوندن به سر درخت کردم که ایتا دل تا به صبح خو نمی بردن انا برفتم انا با مادر خوبه گفتم از این محله بالا انا دختر که چینگ جی او سلطای رو کرده سر بشکاخ رو کرده من خود کمک کردم بابا من نامه دی کرده میبینی قربان خدای پاک شما میبینی آدم بگرم فکر کنه دمی که نامه بیاورده که ما بخونده که برای من پنجشنبه یعنی که بخونده که گفتی بیدی که ما تو را تجیگر خونم که دم من تو را تجیگر خونم پیرتون خیلی آدم خوبیه مادرتون خیلی آدم زن خوبیه خدای خیر بده باشه از این روزا اشکوشیدی از خوندن میتونه بکنم چی کنم از غم تو همیشه با چشم ترم کو به کودش بدش احوال بود در بدرم لیلا مجنون کردی تو ما را آوارم جانا بیچارم جانا چقدر ناز و ادا چقدر جور و جفا زدی از دست غمت داغ و بر جیگرم داغ و بر جیگرم لیلا مجنون کردی تو ما را آوارم جانا بیچارم جانا دل بند دنیای ارزش نداره ببخشید آره چای سیاه هم شما میاد چشم گل دست من بستان و گل کو میان کاکلای خود پنو کو روی به هر جا که رفتی مرم ندیدی الله بمونجی با خود گل گفتگو کو جان محبوبه ای محنوش جان کن مسلمه ده
سلام ببخشید بفرما این هم چای سیاهی که برید دیگه چیزی لازمه بیارم شما؟ نه خیلی بینیم تشکر اینا اجازه ببرم؟ بله آخه بشو شما من خیلی مستم شما گب نزی خاطر بعدی این همه چرد بر نفرا شیشتم صدا دادم که بره گناه داره مدام میگم گناه داره درسته؟ خیلی بینی ایت یخ ماما چنده به شما میدم روزی؟ 300 گردن اول باشه اگه با ما تو گناه خور بدم همین خسور مامادان برات مفت میگرده سلمانه لازم ماما ما برای میل لیو بر رو خور بزو بر کنیم ما گردن همه بند باشه خوب ماما اگه مورچی کوری از این خسور خیلی ببینه ما هر روزی که 2 ماه از یادم شدیم با بالا افتادیم ما ای داد بیداد داد بیداد گلا میگم بیا همین کپسول پر کن خب ها؟ میگم بیا کپسول پر کن کپسول پر کنم بله او تحریم اشتنه چی رقم خدایی بارش نبریده خب وقت بارش حاله دیگه زمستونه بارش میباره بعضی وقتا اینا هم عرقا آجورا خونه شمانه آخه چریته آدم هم یک کار میکنه که یک مسلمونی آدم خیر ببینه ما با بالا افتادم مثلا شما اونجا ما دومات شدم دوماد همیت کارا داره دیگه برارمه ما برم کپسول گاز کنم شما این دستکار به خیری دیم بفهمیدیم این آجور کار قرار که دیگه با باله بوم که پیرمرد اگه بیایم نیمه لط بخورم نیم جناب علی اون ماما مندازن دیگه
خب ماما مگه کار میکنن که ما آزان به خیر خوشید رخصت میشه. خب بابی از شما 10 دقیقه بیشتر کار ندارن تا به تمام نمیریم پر میکنیم با میاییم. زیدی میاییم با خودتون کمک میکنیم. رختا سفید فقط باشه. ما به خاطر که اینجا بیامدم داماد شدم فقط ما کار کنم این رختا سفید او برار دگان قراره که دیگه مثل بچه دشملی وری ازی بر بزی بر برکه والله نوکر گیر کردم نیه. چیکار میشه دیگه دامادیم شما؟ شما بخیر اگه داماد شده یعنی کارا رو میکنی؟ بله اشتنه میکنی. درست. کجای کپسول؟ اون اینجا بگشتم. میگم بیاریم ببریم. موتور انوار داریم بریم. آها با موتور؟ آه. خب میبرم. یک کپسولیه؟ یکیه. خب شما بندازونی. با ما میندازم میگم من میرم خونه. میرم میغلطم سرخو میگذارم. خب ماما کنه فلگی نکنیم دیگه. انا صاحب کارم به چی ناید؟ انا به چه صاحب کاره دیگه لالا. خوبه؟ خیر بینه ماما. خاطر شما از اون مزدوران نیم که گوش به آزانم که آزاندم بخیر زودی رخصت گیرم. ها؟ نیم ماما. با میگم به شما چایم بیارم ماما. خداحافظ. محمد یک دقیقه بیا تو. چی می؟ یک دقیقه بیا می بالا بخواد یادم بیا. از صبح 100 تا ببردم یک 200 تایی هم تو ببر. بیا دیگه با نوکر تو نیام. ما هم نوکر شما نیم که همه به شما پول میدم ما به کار کنم. محمد یک دقیقه بیا تو. چی می؟ بیا یک دقیقه تو کار دارم. چی می؟ بگو خوب. بیا کمینا ببوری خلاص که ما پیاده با ما بگپ میشه. همون چی معلوم است تو چیکار میکنی؟ آخ با تو چی اینجا با خود ساعتیری میکنم. همون بغضا بیا می خلاص کنی. نمیتونم برو. بکنم یک برای میام اینجا خام میشه دیگه برای میام اینجا به ما هر سگ بازی میکنه همه کار بگردن مانه بو کشت از من بمردم به برو که خیش را تا ساعت من کار نمیکنم بعد کن تا ساعت میزنم گیلا آیا موتورم 20,000 روپیه دادم بالا از یک دامیر به در دیوالا نزن یا پرشتی یا پرتاید یک جایی به بیایی وقتی بیایی این 20,000 روپیه دادم بالا ازی کی به 20,000 روپیه؟ همی سکیله یک دام پرتاید ندی یا پرشتی بزنی به در دیوالا خراب شه 20,000 روپیه دادم بالا امروز ای که نیمگی چیه؟ نیمگی میگم نیم چی میگم این؟ ولی همه چی هست مثلا 20,000 روپیه پول دادم بالا 20 خیلی نویه او دیگه مساجی به در دیوالا نزنی آن خود میگه که نویه نه میبرم آدم خانه خود میبرم گره که دیگه چیز میگیره کسبیلو میگیره خوب برو دیگه پر کنو میر پر کو خوبه آدم خان بالاش برگه بالاش اینجا کپسول میتونی بگیری ها گاب بزی میتونی کو گاب بزی بگو آفرین مش کن افتی اردم اگه بفتدی خوبه
ادوم به سکیل بفتدی یک کمکی که من رفتم با غیق وقتی خود تکونده غیقش بگو گیلک بفتدم خوبه؟ خوبه صبر کو من در واکن واکن بابا زی چی میگفتی؟ هیچی خوبه باشه کمک کن نمیتونی یک دم به داری دیوالا نزنی نه برو با خونه برو من یاد دارم برو